موشکی که در تصویر می‌بینید پدر موشک‌های بالستیک جهانه و اولین گونه از این موشک هاست که به طور عملیاتی در شرایط واقعی میدان نبرد مورد استفاده قرار گرفته. آنچه در حال دیدن اون هستید میشه گفت به طور دقیق‌تر اولین موشک بالستیک هدایت پذیر برد بلند جهانه که در عین حال اولین شیء دست ساخته بشره که تونسته به فضا پرواز کنه، از جو خارج بشه و مرز رویا پردازی و پیشرفت بشر رو برای همیشه جابجا کنه. اما اینکه این موشک چه زمانی ساخته شده و توسط چه کسانی مورد استفاده قرار گرفته احتمالاً تا حد زیادی شما رو غافلگیر میکنه. موشکی که در تصویر دیدید موشک ویدوه، عضوی از خانواده فریل تونس واخن به معنی تسلیحات انتقامی. حتی اگر با زبان آلمانی آشنایی نداشته باشید احتمالاً با همین تلفظ نصف و نیمه و دست و پا شکسته من هم متوجه شدید که ما در حال صحبت در مورد یک موشک آلمانی هستیم. این شاهکار تکنولوژیک عصر جدید که در واقع دهه‌ها از زمانه خودش جلوتر بوده در 18 مارس 1942 ساخته شده، یعنی تقریباً 82 سال قبل، در دورانی که جهان همچنان درگیر نبردهای طولانی و طاقت فرسای هواپیماهای ملخی با تیربار و شلیک گلوله بود و کسی درکی از موشک و دفاع موشکی نداشت. آلمان با موشک‌های بالستیک ویدو اسباب ترس دشمنان را فراهم کرده بود. ویدو با سرعت فراسوت پرواز می‌کرد و بدون هیچ رد و صدای قابل تشخیص به سمت هدفش سرازیر می‌شد. این جنگ افزار مخوف غیر قابل انهدام بود و به طور قطع به هدف برخورد می‌کرد. هیچ دفاع یا راهکار مؤثری برای دفع خطر ویدو وجود نداشت و در صورت انتخاب درست هدف و عدم نقص فنی در طی مسیر پرواز بدون تردید صدمات جدی رو وارد می‌کرد. دقیقاً به همین خاطر بریتانیا، آمریکا، فرانسه و شوروی در طی پیشروی به سمت قلب آلمان نازی در مسابقه جدی برای دستیابی هرچه سریعتر به کارخانه‌ها و طراحان این موشک بودند و همه اونها برنامه موشکی پس از جنگ خودشون رو با منتقل کردن نقشه‌ها و طراحان ویدو به کشور خودشون طرح ریزی کردند. ویدو بیش از 12 تن وزن داشت، 14 متر طول اون بود و عرض کلی با احتساب باله‌های انتهایی به حدود 3.6 متر می رسید. وزن کلاهک ویدو بیش از 1 تن بود و با ماده‌ای مشهور به آماتول پر می شد. کلاهک این موشک در اثر ضربه فعال میشه و میتونه ساختمان‌ها و سازه‌های شهری رو تا شعاع 200 متر نابود کنه و موج انفجار اون تا شعاع 400 متر سازه‌های ضعیف‌تر رو هم تخریب میکنه. اگر اعداد و ارقام گفته شده تصور دقیق و تصویر روشنی توی ذهن شما ایجاد نکرده، باید بهتون بگم که قدرت تخریب موشک ویدو با اینکه 82 سال قبل ساخته شده اما تقریباً با یک بمب هدایت پذیر آمریکایی GBU-31 برابری میکنه و همین موضوع به خوبی میتونه نشون بده که آلمان در اون زمان چقدر از دوران و عصر خودش فراتر بوده و تونسته تسلیحاتی بسازه که به لحاظ قدرت تخریب با یک بمب امروزی پیشرفته و توانمند برابری میکرده. ویدو علاوه بر قدرت تخریب بالا برد زیادی هم داشته و همین برد بالا یکی از مهمترین امتیازات اون محسوب میشه. این موشک با اتکای به یک موتور جت پیشرفته بردی بیش از 320 کیلومتر داشت و میتونست پس از رد کردن حد اکثر ارتفاع 88 کیلومتر از سطح زمین با سرعت 2880 کیلومتر بر ساعت به سمت هدف خودش بر روی زمین شیرجه بزنه و انفجاری رو با مشخصات گفته شده ایجاد کنه. ببینید داشتن 320 کیلومتر برد اون هم با اون مشخصات و مختصات گفته شده در اون زمان نشون میده که آلمان نازی به لحاظ تکنولوژی تسلیحات مورد استفاده تقریباً 50 سال حتی از قدرت‌های منطقه‌ای مدرن جلوتر بوده و نسبت به اونها برتری داشته. حالا چرا 50 سال؟
به عنوان مثال ایران که یکی از قدرت‌های موشکی منطقه است، تا سال 1369 موشکی با برد بیش از 300 کیلومتر در اختیار نداشته و پس از اون بود که با نمونه بومی سازی شده اسکاد 30 روسی تحت عنوان شهاب 2 تونست به مرز 500 کیلومتر برسه و این در حالیه که آلمان نازی در حوالی سال 1320 با موشک ویدو لندن رو در تیررس خودش داشته. تسلیحات آلمان نازی حتی در قیاس با قدرت‌های جهانی پس از خودش هم دست کم 20 سال جلوتر بوده. خب حالا بذارید با یه فکت جالب این قسمت رو به اتمام برسونیم. این عکسی که در حال حاضر در حال دیدن اون هستید اولین عکسیه که در خارج از جو از زمین ثبت شده و همونطور که می‌بینید کروی بودن زمین رو از خارج از جو نشون میده. نکته جالب اینه که این عکس به وسیله دوربینی ثبت شده که توسط یک موشک ویدو به فضا ارسال شده. در واقع عکسی که میبینید در اکتبر سال 1946 ثبت شده و این کار توسط آمریکایی ها انجام شده. به چه شکل؟ آمریکایی ها در این عملیات از یک موشک ویدو به غنیمت گرفته شده از آلمان نازی استفاده کردن تا بتونن این عکس رو ثبت بکنن و این هم بازم نشونه دیگریه که نشون میده این موشک ویدو تا چه حد از زمانه خودش جلوتر بوده.